منوچهر رسولوف مهاجر توجک که در شهر اکاترینبورگ روسیه در یک ساختمان کار میکند روز 1 آگوست سال 2023 مادر و کودک را که در داخل یک منزل آتش گرفته در قبط 25 مجتمع استقامتی ژک سویتل در مانده بودند از آتش نجات داده است. منوچهر با دیدن مادر و کودک نومید در منزل آتش گرفته بی‌طرف نایستاد و از بس که لیفت کار نمیکرد 25 قبط بنا را پیاده طی کرد و پیش در آن منزل رسیده قلف در را با بلغه زده کشاد و مادر و کودک را سالم و بی آسیب از آن خانه بیرون آورد. این خبر در یک لحظه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و منوچهر رسولوف را به قهرمان روز در رسانه‌های منطقه اورال روسیه تبدیل داد. صدها نفر به این مهاجر توجک تحسین و آفرین خواندند. چون این عملهای خوب از کارهایی اند که ایمیج مهاجران توجک را در چشم ساکنان بومی روسیه به سمت مثبت تغییر میدهند. آفرین منوچهر. نشریه ایف اورال این حادثه را چنین به رشته تصویر کشیده است. روز 1 آگوست صدای فریاد یک زن از قبط 25 بنای ژک سویتل بلند شد. جوانزن با کودک شیرمکش در دست در لوجه ایستاده فریاد میزند. اولین شده صدای فریاد او را از میدان ساختمان منوچهر رسولوف شنید. او اول خیال کرد که شاید آن زن میخواهد خودش را با کودکش به پایان پرتافته خودکشی کند. او از سر دیوار پریده به طرف آن بنا رفته و فریاد میزد که در کار نیست، نکن این کار را، در کار نیست، نکن. وقتی منوچهر نزدیکتر آمد فهمید که آن منزل آتش گرفته است و آن زن و کودک زیر خطر قرار گرفتند. در چنین حالتهای سوختار در بنا طبق قاعده‌های بی خطری لیفت از کار میبراید و مسدود می شود. به این سبب مهاجر توجک پیاده با زینه‌ها تا قبط 25 شتابانه دویده در آنجا در پیش در منزل آتش گرفته لکه همسایه‌ها جمع شده تلاش داشتند تا به آن زن در داخل منزل در بین دود و آتش درمانده کمک رسانند، ولی تلاش‌هایشان بی نتیجه بود. طور بعدا معلوم شد هنگام گرم کردن خوراک قطره‌های روغن به بالای پلیت ریخته آتش گرفته است. سپس آتش از پلیته به دیوان گذشته است و زن را وایمه زیر کرده است و او کودک شیرمکش را گرفته به لوجه برآمده است. منوچهر با استفاده از بلغه قلف در را زده شکست و داخل منزل آتش گرفته شد. او بعدا نقل کرد که خودش نمیدوند که این بلغه از کجا در دستش پیدا شد و او از کجا اینقدر قوت پیدا کرد که قلف در را زده شکند. وقتی در را گشودند دود و آتش داخل منزل را الکی پر کرده بود، ولی منوچهر به مشکلی اما به هر صورت توانست داخل شود و تا به لوجه رسیده مادر و کودک را سالم و بی آسیب بیرون بیاورد. بعد چند سوختاردشان‌ها نیز با زینه‌ها پیاده به بالا رسیدند و سوختار را خاموش کردند. نجات بخش توجک خاکسار زود به جای کارش برگشت و وقتی به جستجویش افتادند در تشویش افتاد که مبادا برای جای کار و ترک کردنش جزایش دهند، ولی برعکس شد. منوچهر رسولوف برای این کارنمایی از جانب فرمایشگر ساختمان و هم از جانب شرکت ساختمانی که کار میکند قدردانی کرده شد. این خبر خوش از ژک سویتل در یک لحظه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و بسیاری از ساکنان این قصبه و شهر اکاترینبورگ به مردکار توجک تحسین و آفرین و سپاس گفتند.